یکی از خوشمزه ترین و پرطرفدارترین غذا پیش بچه‌ها همین لازانیاست. خیلی آسون درست میشه ولی چند تا نکته کوچولو داره که باید رعایت کنید که خوشمزه ترین لازانیای دنیا رو برای بچه‌هاتون درست کنید. بعد از اینکه پیازامون سبک شد، مواد گوشتیمون رو اضافه می‌کنیم، میذاریم کامل گوشتمون بپزه و آبش گرفته بشه و بعد سبزیجات و آخر کار رو به گوجه فرنگی و ادویه‌ها اضافه می‌کنیم. ادویه‌ها کاملا سلیقه‌ای است ولی چند تا هستن که لازانیاتون رو معرکه می‌کنن و تو کپشن براتون نوشتم. بعد از اضافه کردن پوره گوجه فرنگی من 3 ادویه خیلی مهم بهش اضافه میکنم و بعدم آب جوش. راز خوشمزگیش اینه که نذارید آبش بخارپز بشه و بهتره که مواد گوشتیتون آبدار بشه. راز خوشمزه تر شدن بشامل هم همین رنده جوز هندیه. مواد گوشتیمونم که کامل آماده شد، میریم سراغ طبقه بندی کردن لازانیای خوشمزمون. به نظر من اگه سس بشاملش بیشتر باشه خوشمزه تر میشه، ولی الین میگه نه، مواد گوشتیش باید بیشتر باشه. چون سفارشی برای الین درست شده بود، پس هرچی الین گفت ما هم گفتیم چشم. ولی حتما لایه آخرش پنیر پیتزا و سس بشامل باشه. بفرستیدش فر داغ که بالا و پایین همزمان روشنه. پیش نوش جانتون باشه.